حاجی سلام. آقای عزیز ببینیم پسته آمریکایی نگاه کن. این پسته من امروز اومدم پیوندش میزنم. یه باغه نگاه کن، کلا پسته آمریکایی، کلا آمریکایی پسته‌اش. من اومدم دارم پیوندش میزنم. برگاشو نگاه کن چه تفاوتایی با پسته معمولی داره. این برگ پسته آمریکایی. بعد نگاه کن این پسته، این برند آزمایشگاهیش اگه آدم بتونه تولید کنه 3 ماه پیوند میخوره. 3 ماه پیوند میخوره. نگاه کن چقدر آدم جلو افتاده. ولی حالا باید ببینیم. من این باغ زدم، آزمایشگاهی زدم. اینو زدم توی ارتفاع 6 نوع ارتفاع کار کردم. ببینم سال دیگه این 6 تا ارتفاع کدومش جواب میده. ارتفاع پایین کار کردم، متوسط کار کردم، بالا کار کردم، خیلی بالا کار کردم. باید ببینی تو اون ارتفاعا کدومش جواب میده، بهتر جواب میده که آدم بتونه در حجم بالا کار کنه. این باغ 2 هکتار. این باغ آقای شیخ میرزایی 2 هکتار. اینم 100. نگاه کن 100 بغلش، این 100 بغلش. حالا با امید خدا اگه این خوب جواب بده، اینجا تو این ارتفاع خوب جواب بده، میتونی شما رو ارتفاع دیگه میتونی حرفی واسه گفتن داشته باشی. من هنوز ندیدم یه باغ آمریکایی رسیده باشه به من ثمر. حالا من یه باغ دارم آماده ثمره، سال دیگه میبینم ثمرش توی. ولی حالا اینو یه ارتفاع دیگه داره میزنم توی نم و رطوبت بالا داره میزنم، اینم چطوری جا میده. اینم از اون گیاهایی بود که گفتم به شما، گفتم من گفتی چی گفتی؟ بلک شیرین بیان. نگاه کن عین اون برگاش، عین اون، تقریبا شبیه اون. حالا این امیدوارم اینجا گومسخیز نباشه چون رطوبتش بالاست. هنوز تا حالا که نبوده، ولی خب ببینیم بعد از پیوندم چی میشه. خداحافظ.